سلام بچه، چطوری؟ خیلی خوشم. ببینید من متین هستم. ویدیو میخوام با هم دیگه بریم اوتلاست پارت 2 که نریدم پارت 2 چیه. اوتلاست 2 رو میخوایم با هم دیگه بریم بازی کنیم و متاسفانه اوتلاست یکم خواستم رکورد کنم و رفیقم داشت رکورد میکرد، گفت من دارم رکورد کنم تا نذار دیگه، واسه من نذاشتم و یه پارتشو گرفت و دیگه نگرفت، سگ تا آخر داشت دیگه رکوردش. و اومدیم اوتلاست 2 رو با هم دیگه بریم. اگه دوست داشتی اوتلاست 1 هم واسه تو میذارم، البته پاکش کردم تا آخر رفتم، ولی اگه بخوای دی ال سی شو براتون میذارم، دی ال سی شو نرفتم. و اینم از این ویدیو دیگه، امیدوارم از این خوش و اینم از این دیگه. چیزی دیگه بدون معطلی بریم سراغ ویدیو. قبل از استارت ویدیوتون اگه چند ساب کنید لطفا کامنت میذارم بذارید و بذار اول بریم توی آپشن ببینیم چیا هست. خب شادو که هایده میدم. خب تکسچر فیلترینگ اینو بذارم 16 ایسا کن خیلی بهتر باشه. من نمیدونم لگ میخورم یا نه، اون دیگه فکر نکنم لگ بخورم. موشن بلورش و اینام که گاما. ببین دقیقه همین بازیش منو میترسونه. اینو میبینین اینجا مثلا الان دیده نمیشه. خب میگه اوکی چه خونه دارکی و اینا، یکم که روشن میشه. خب بزنیم نیو گیم. نورمال ها نایم اینسنس نورمال خودش گفته نورمال. بزنیم اوتلاست 2. واسه بچه یه حرکت خفم خوب بزنم. یه حرکت خفم یه اینطوری میکنم برم تو همین صفحه برگردم. خب 3 2 1. 2000 years later. اوکی خب بچه اوتلاست 2 الان میدید فارسی رو 18000 تومن رفتم پول دادم. اصلا خیلی من ریچم 10000 تومن رفتم پول دادم فارسی سوز کردم. اوتلاست 2 شامل خشونت شدید، خونریزی و الفاظ رکیک است. انجام این بازی به افراد اوکی لنگرمن what لنگرمن یا لنگرمن قاعدتا این نیست، مثلا یا اوکی اصلا کاری ندارم. یه خبرنگار تحقیقاتیه که به دنبال دلایل قتل عجیب یه زن حامله در یکی از روستاهای آریزوناست. شما در نقش بلیک لنگرمن قرار دارید، شوهر، همکار و فیلمبردار او. این چی؟ لینگ زنه؟ آها لنگرمن. چرا فامیل جفتمون یکیه بعد من شوهرشم؟ جنگجو باشید یا خیر. در این بازی تنها وحشت منتظر شماست و تنها انتخابایی که دارید فرار کردن، مخفی شدن یا مرگ است. ایناش هم حتی معنی شده که خیلی متاسفم. خیلی سریع چرا فونت خیلی صحبت کردم. خواهش میکنم بلی کجایی؟ من میترسم منم کجا میترسم. Jesus, Blake, are you really sleeping? I'm awake. You should have slept last night. Oh, I had to get that hospital footage. یه دقیقه من فکر کردم اینجا نداره، فکر کردم خالیه، فکر کردم هوا مثل 5M هست، لباس باگ تنت میکنی خالی میشه. Organized. You were calling out some other woman's name. What? In your sleep. Jessica, I think. You know a Jessica? Oh, no. I mean, I was dreaming about Jessica Gray from when we were kids. Oh, yeah. I haven't thought about her in ages. Hey, we're crossing into reservation land now. You said I'm looking for some sort of factory? Yeah. We can look, but there's nothing out here. Does look pretty empty. All the mercury in that woman's blood, she had to have spent at least a decade downstream from some pretty heavy industry. You say so, man. You bought the time. We should record an intro while we're up here. Production value? Sure. اوه اوکی. مثلا خودتونم Can't work اوتلاست my که میدونید diaphragm with دیگه this thing کلا on. با همینه.
نمیتونم Audio's gonna be crap. افتضاح. We'll have to. Whoa! The fuck? Fuck. Sorry about that. عینک هم داریم مطمئنم وسط بازی واسه همین عینکی پاره میشه That was exciting. Get as much of the landscape behind me as you can. You got me? Yeah, we're good. Red leather, yellow leather, red leather, yellow leather. کشته Have a soup pie. Have a میشه soup pie. Okay. خب I'm Lynn Langerman, here for newstomorrow.net. We're نمیخوام flying past the Havasupai نمیخوام. Indian Reservation in central Arizona in search of the origins of murder victim Hey, Lynn. Doe. I don't think you should say murdered. We don't know that. Oh, I'll say she strangled herself to death. That's what the police report says. We may play this before the doctor interviews. If this falls in the first 30, we need to get the word murder in there. We should probably mention the fetus too. I mean, how it just... Here, let me try a version that can serve as an intro for the whole piece. Tell me when we're good. Okay. We're good. 2 weeks ago, دو a هفته young woman پیش یه was زن found جوان wandering سرگردان پا به barefoot, رهن باردار pregnant, and تنها و در alone on a مسیر barren اتوبان stretch of بی‌آواره highway پیدا 100 شد که miles from هزاران the nearest مسافر city. دیگری Oh, We lost the engine. Fuck. Fuck. اوه شکوه Going down. کجا چی اوه نرسیدیم به کارخونه هم نرسیدیم فکر کنم اوکی what جیزس رو اینجا میبینیم چقدر کیفیتش بهتر شده چقدر کیفیتش بهتر شده تو مدرسه ایم اوکی سایه هم داریم خب خیلی کیفیتش بهتر شده از یکی حالا جسیکا تو جسیکا این کمد جسیکا به به بریم جمع جیزس رو میبینیم یعنی آره بله اوکی چه آروم راه نری؟ یه آدم دیدی چرا داری آروم راه میری؟ بودویی یا والله حس خوبی ندارم به اینجا حس من قرار یه اتفاقی بیفته شک ندارم قرار یه اتفاقی بیفته سنسیتی چه بالا باش قرار یه اتفاقی بیفته ببین به اگزیت نرسیده یه اتفاقی میفته این نه اون We're not alone here. داشتم خواب میدیدم خوابه بکنم داستانش رفت کنم اون جسیکا دختر بچه‌ای که من خوابشم دید الان که دوباره خوابش دید مرتبا اوکی ای بابا پیکم میشه دوستم میشه این هدف رو مشاهده کنه لین لا پیدا کن من خیلی ریزه چی نمیبینم میگم زوم میکنی؟ میگه که باید بزن آها باروش کلیپ کرد خب داستان جین بخش 2 بخش 1 داستان جین 2 بخش 2 نه خب قرار یه چیزی اینجا ببینیم نمیدونم چرا اینطوری گفتم ولی با موس رو گفتم چی شد؟ کامل پخش کرد 2 weeks ago, a young woman was found wandering barefoot, pregnant, and alone on a barren stretch of highway 100 miles from the... اوه قبل از اتفاق قد شد خب بذاریم اینو ببینیم راکس افرا اینو ببینیم I'm Lynn Langerman, here for newstomorrow.net. We're flying past the Havasupai Indian Reservation in central Arizona. رکورد کنیم نشونم میده خب همیشه با طرف این هدفتو مشاهده کن خب بریم بربر من گفتم
جهت چیزی چکی بکنم. خب چیزی بکنم پایین. فکر کنم اون پایینه باید بریم. اوه داشت چجوری نمیرینی به خود بر خب چقدر تاریکه. برگرد روی لبه به سمت چپ راست تره لفت کنترلم بزن بر لین روی دادن مهم رو میشه با دوربین ضبط کرد. کلیچم آها با کلیچم رکورد میکنه با کلیچم. خب یه بر دسترسی منو دوربین تب رو فشار بزن. Lynn! Lynn! اوکی اوه چقدر ترسناکتر شده. اصلا این عادیه. پشمام لینکو ها اگه این چند تا نواز وقت داری تب رو بزن. میشه همه چی با تب نباشه؟ تب دادا آی ما لینک عادی باتری عوض کرد. خب لین بینن در مدت طولانی باعث خستگی میشه. اوش Oh, fuck me! Fuck! That did not happen in the crash. Fuck this. Lynn. بورزان آها با کنترلم میشنه منگشت داشتن آلت هم پشت سر میشه. طبیعی هم پشت سر نگاه کنه. مثلا تو یه جایی نگاه میکنه یا زارت نمیره پشت سر نگاه کنه. یه شهر بازه چی میگی یه شهر خدا رو شکر. داداش قبل شهر جنازه پیدا شد تو داری میگه یه شهر خدا رو شکر. برای داداش شهری که دیگه رسما معلوم جنازه باست. Hello? I'm lost and hurt. Is anybody there? Please. Hey man. Oh shit. You're نمیتونم کاری که الی عزیزم نمیتونم کاری که کردیم یا جدایی از بچه‌ام رو تحمل کنم. برای همین میخوام تمامش کنم و امیدوارم که تو منو به خاطر ترک کردن ببخشید و خدا هم منو به خاطر این آخرین گناهم عفو کنه. میدونم که باید اونا رو پیشکش خدا میکردیم ولی من از درون با داغونم و دیگه نمیتونم به زندگی ادامه بدم. امیدوارم که پایان خیلی زود فرا برسه تا ما دوباره کنار هم دیگه باشیم مگر اینکه خدا من تا ابد بخواد بخاطر این گناه در آتش بسوزونه. تا اون موقع امیدوارم آرامشی که نیاز داره در آغوش پاپاناس پیدا کنیم با عشقی ابدی تام. به به چند تا باتری داری تب رو فشار. find Lynn. Nothing matters but نشون Lynn. نمیده چند تا دارم. آها پایینه. سواده چه خفن شد. خوشم. خب اینجا هم جیزس رو داریم. اوه از اسباب بازی
بریم بعد. نه Who's... گوشتا همانند علف برای فربه شدن. من نمیتونم بکنم اصلا حواظم به بازی باشه. من از این تست خوبی بخوام تبیز باشه برای یواشکی اوه منو دید. نه ندید دید. نه ندید دید. نه ندید دید. خب اوه شیت دورو برم رسمم. ای گاو گاوه گیرش داده. اون چیز میاد صدا میاد. من اطلاعی در باره این ندارم در چه روانی داشت. اوه که اینجا داشت بده میزنم. What the f... That's fucked up. برشو الله الرحمن الرحیم. الله الرحمن. سینه خیز رفت. چی نوشت اونجا؟ اوکی اینجا بادشه نیست. بابا بسات بمرغم خب با سینه خیز رفتن. آها چقدر آروم رو خب جمپ اسکیپاش واقعا بد اصلا اون چیزی به امکانم نیست. خیلی جمپ اسکیپاش آدمه شاخه میام. Satanas همیشه شیطان یه چیز خداست. شیطانی یه چیز خداست. یه چیز خب یه چیه سوگولو بری عکس بگیرم. خب سوگولوری قابله دوست خودم میرم. متن به صورت شعره. نوزاد داره به دنیا میاد خاگو رو آماده کن. نوزاد داره به دنیا میاد ای قابله شب. مادری که دشمن کثیف را در شکمش دارد. مخلوق خدا که در خود گناه دارد. همسرایی آها یکی اون شعر این بالا میاد میخونه. بعد همسرایی هم داره اون دو طرف اون چند طرف دور جمع شدن اینو میخونم. خدا رو شکر که طوفان شروع شده. بیش از این لازم نیست منتظر بمانیم. با فرا رسیدن سپید دم دشمن متولد می شود تا در دروازه معبد بمیرد. نوزاد در حال رشد ابدیت نمیدونم چیه خونوش شکم زن بزرگ می شود. نوزاد در حال رشد است. از جهنم فرستاده شده است. حزقیال نمیفهمم منتظر تیزشون. اوکی من گوشت چی جوره صورتم. آها داره پشه ها رو میزنه. چی اینطوری با دستش میزنه؟ دستش خودش جامپ اسکره. خب بزنیم جنازه است.
God. خودشون میاد. خب اوکی حاجی همه اینا عروسکن احساس کنم یه مش دیوانه اینا چون بچه ای نبود در کتاب زندگی برای قربانی شده در کتاب زندگی برای قربانی شده دودوش خیلی غیر قابل منتظره بود نفهمم چی گفتم خیلی غیر قابل منتظره بود اصلا من نمیتونستم حرف بزنم دوش خیلی بد بود نسبت به جامپ اسکر قدیمش من دارم میگم خب یو 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 چقدر سریعه کلان جلو رامونه بابا جلو رامونه اصلا چجوری هر کس که یه گوش داشته باشد کارش به اسارت کشیده میشه ترس از بهش ساختگی میگسترد و دیو بذره از دریای از این تو میاد یا بالفتی بچه چرا نمیشه با بولو بیا برو بالا بر سپیس خب حالا فصل 8 یک و مردم شما در زمین‌های پسرم در سرزمین اسرائیل به جنگ اسرانیل به جنگ پرداختند 2 زمین‌های من ویران شد اما بذرهای من ریشه کرد و در برابر بابل و آشوری و روم پیروز شدند اما تسلیم مسلمانان شدند و در جنگ‌های صلیبی شکست خوردند و در دوران مالیاتچی من واقعا پشمام ریخته یه همچین کلماتی توی دوبله هست خب به آن بعد مثلا فکر کنم انگلیسیش دیگه چی باشه بعد اما تو توضیح به آنها دوران مالیاتچی فریسی به آنها مالیاتچی فریسی به آنها 3 همانطور که باروخ بنی بچه‌ها
من مغزم نمیکشه همچه کلمه شاید الان تو میکشه حق دارم تا ساعت 2 مدرسه بود Oh, Jesus! Who? Then you'll have. God wants me dead? Okay. برای شنیدن صدا مفاصل دور پشت دیوار وی را فشار بود. سلام 1 2 3 1 2 3 امتحان کنیم. و یه داره راه باشیش دورک بزر باز کن اینجا دیگه نیست میشه قفلم کرد داره رو برو بکن اینجاست که توفان های اطراف شلاق قدر چت بده اینجاست پرم داری؟ صداش Shall I tell thee? اوه چه بچه امیدوارم تا اینجا ویدیو خوشتون اومده باشه. اگه پارت بعدی دوست داشتید 100% براتون میذارم. و پاره شدم جدی پاره شدم. خب امیدوارم از این ویدیو خوشتون اومده باشه. اگه چند ماه ساب نکنید ساب کنید، یه کامنت جزم بذارید، لایک هم بکنید. دمتون گرم تا ویدیو بعدی. بای بای.